این که میدانی موج سنگین را به دست خسته میکوبد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد و امید کمک دارد. درودهای من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و همراهان همیشگی برنامه زنده ویژه خیزش مردمی و انقلاب سراسری ایران. عزیزان، سال 1402 از راه رسید. یک بار دیگه از طریق تلویزیون کامله و حزب کمونیست ایران سال جدید رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. بهاران خجسته باد. سال 1401 رو با کلی اتفاقات مختلف پشت سر گذاشتیم. سالی که میشه گفت در نیمه دوم اون و با آغاز انقلاب ژینا یا زن زندگی آزادی نه تنها مردم کردستان و ایران بلکه همه دنیا رو لرزاند. در برنامه امروز با مهمان عزیزمون میخوایم که نگاهی به رویدادهای مختلف در سال 1401 بندازیم. مهمان امروز کسی هستش که فکر کنم لازم به معرفی نداشته باشه و همه شما عزیزان ایشون رو بشناسید. در برنامه امروز هم هستیم با رفیق بهرام رحمانی، نویسنده و فعال سیاسی که از سوئد همراه ما هستند. رفیق بهرام سلام، خیلی خوش اومدید، سال نوتون مبارک. منم به شما همکارانتون وقت بخیر میگم. خیلی ممنونم از اینکه مرا به این برنامه خوبتون دعوت کردین. برای بینندگان تلویزیون نیز آرزوی تندرستی و موفقیت دارم. منم سال نو برای همتون تبریک میگم. امیدوارم سال خوبی برای همه ما و همه جامعه‌مون باشه. با این امید خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتین و تونستم که در خدمت شما باشم. رفیق بهرام، شما در اول فروردین ماه امسال سال 1402 نوشته منتشر کردین تحت عنوان سالی که گذشت و سالی که پیش رو هستش، اگه درست عنوانش رو گفته باشم. نگاهی داشتین به رویدادهای سال 1401 از همون فروردین 1401 تا روزهای پایانی اسفند ماه 1402. به خیلی از موارد اشاره کردیم، اما من به عنوان آغاز گفتگو و سوال اول ازتون میخوام که ارزیابی کلی و کوتاهی از سال 1401 رو برای ما و بینندگان عزیزمون ارائه بدین. سپاسگزار میشم. خیلی ممنون و بار دیگه از شما و همکارانتون تشکر میکنم. سال گذشته، در واقع سال 1401، خامنه‌ای مثل هر سال پیامی داده بوده و سالو نامگذاری میکنه. سال گذشته را خامنه‌ای سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری کرده بود که در همه این عرصه ها جمهوری اسلامی با شکست روبرو شده. در سال 2014 نه تولید درست حسابی داشته، نه دانش اجتماعی، دانش کار بالا رفته و نه اشتغال وجود اومده. ولی برعکسش اونچه که سال گذشته ما دیدیم از همون روزهای نخست فروردین 1401 با اعتراض بخشی از طبقه کارگر به ویژه
معلمان در شهرهای مختلف ایران آغاز شد و این اعتراضات ادامه پیدا کرد با اعتراضات، اعتصابات کارگران مثل صنایع نفت، کارگران پیمانی صنایع نفت با اعتراض بازنشستگان، اعتراض به بی‌آبی در خوزستان، اعتراض و تظاهرات دهقانان اصفهان و در واقع در همه این موارد جمهوری اسلامی جز سانسور سرکوب و وحشیگری به هیچ کدوم از مطالبات اجتماعی جواب نداد تا اینکه ما در ادامه این اعتراضات و اعتصابات کارگری، معلمان، بازنشستگان، مالباختگان وارد شهریور ماه میشیم که زینای عزیزمون با خانواده خودش 26 شهریور توسط گشت ارشاد جان خودش از دست میده. ما در واقع 6 ماه سال گذشته را با یه انقلاب عظیمی به نام زن زندگی آزادی یا ژنژیان آزادی روبرو شدیم که این انقلاب نه تنها به سرعت همه سراسر جامعه ایران را گرفت، به ویژه دانشجویان 111 دانشگاه دست به اعتراض و اعتصاب زدند، کارگران پیمانی صنایع نفت اعتصاب کردند، بازاریان کسبه اعتصاب کردند تو شهرهای مختلف و به ویژه تو کردستان و سیستان بلوچستان اعتراضات خیلی رادیکالتر و شدیدتر و مستمرتر بود و در واقع 6 ماه آخر سال رو با جنگ گریز جوانان در خیابونها گذشت و حدود رقم‌های مختلفی داده شده تا 60,000 نفر رقم داده شده جمهوری اسلامی دستگیر کرد. به گفته خودشون 23,000 نفر را آزاد کردند، یه تعدادی را اعدام کردند و موقعی که جمهوری اسلامی با این موج عظیم انقلابی روبرو شد، موقعی که موفق نشد تو خیابونها با کشتار حدود 600 نفر رو تو خیابونها کشتن موفق بشه، ترفندهای دیگه‌ای را در پیش گرفت، از جمله ربودن فعالین دانشجویی، فعالین زنان، فعالین محیط زیست که برخی از اینها را ما جنازهشون در حاشیه شهرها رودخانه ها پیدا شد، حمله به مدارس کرد، از جمله تو اردبیل یک کودک کوچک کشت و از اون موقع شعار جمهوری اسلامی بچه کشت و سراسر ایران داده شد تا اینکه این ترفندا ادامه پیدا کرد و اینا اومد به مسموم کردن دانش آموزان دختر، یعنی به نوعی انتقام از انقلاب زن زندگی آزادی. ما با این وضعیت در واقع با اعتراض اعتصاب سال به پایان رسوندیم و به ویژه چهارشنبه سوری و عید نوروز و خیلی از کسایی که عزیزانشون را از دست داده بودند بر سر مزار جانباختگان حبس پهن کردند. مردم زیادی اونجا جمع شدند، به ویژه سر مزار مهسا تو سقز و ما در واقع با اعتراض و اعتصاب وارد سال جدید شدیم و این سال جدیدم که خیلی روشنه که همین شعاری که سال گذشته اعتراضات خیابونی داده میشد که امسال سال خونه سید علی سرنگونه جمهوری اسلامی سرنگون باد، امسال خیلی شدیدتر از سال گذشته و این انقلاب ادامه خواهد یافت. بسیار ازتون سپاسگزارم. رفیق بهرام، شما در قسمتی از مقالتون اشاره کردیم به نقش انجمن صنفی فرهنگیان، انجمن‌های و تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران. با توجه به اینکه در 2-3 سال گذشته معلمان نقش برجسته‌ای در اعتصابات و اعتراضات داشتند و همین دانش آموزانی که ازشون اسم بردین در اواخر حرفاتون، میشه گفت آموزش دیده یه دست همین معلمان هستند.
میخوام بدونم که از نظر شما معلمان چه نقشی در سال گذشته و علل خصوص در انقلاب ژینا داشتن؟ نقششون فعال بوده، حمایت کردن و میشه گفت بگیم که ارزیابی از این معلمان عزیز که سالهاست برای ابتدایی ترین حقوق خودشون دارن مبارزه میکنن رو شما در چی میبینید و چگونه میبینید؟ ببینید، معلمان بخشی از جنبش کارگری ایران هستند. حتی من تو سوئد زندگی میکنم، معلمان بخشی از جنبش کارگری سوئد محسوب میشوند. یعنی در واقع اون فشار و استثماری که روی طبقه کارگر وجود داره و رو معلمان خیلی بیشتر وجود داره. سال گذشته معلمان بارها و بارها سراسر ایران اعتراض کردند، از جمله در رابطه با طبقه بندی مشاغل، افزایش دستمزدها، اینکه معلم آرامش نداره، نمیتونه به راحتی به تحصیل و تدریس خودش ادامه بده. و یکی از مسائل مهمی که در رابطه با معلم صدق میکنه، معلم باید از حقوق مکفی برخوردار باشه، آرامش داشته باشه تا بتونه اون سیستم آموزشی که با شاگرداشون، معلماشون بیش از 17 میلیون جمعیت ایران را در بر میگیره، به بهترین وجهی این کودکان را آموزش بدن. کودکان سازندگان آینده فردای ایران هستند. بنابراین اگه این آموزش درستی نباشه و با آرامش نباشه، آینده جامعه در واقع از همین الان به خطر میفته و آینده حتی این جوانان هم به عنوان آینده سوخته به حساب میاد. معلمان تلاش کردند در سال گذشته هم به دستمزدشون اضافه بشه، هم در رابطه با آموزش دستشون بازتر باشه. حتی برخی معلمات و شعارهاشون مسئله رایگان بودن آموزش و بهداشت رو مطرح کردن و امروز ما میدونیم که خیلی از خانواده‌های فقیر و کارگری هر سال صدها هزار دانش آموز از مدرسه باز میمونن، چون خانواده ها نمیتونن امکان تحصیل و تدریس بچه را تهیه کنن و معلم ها به این مسئله اعتراض داشتن. و به اضافه این که به نظر من تو جنبش زن زندگی آزادی معلم ها نقش فعالتری داشتن و اعتراضاتی که دوباره سراسر ایران فراخوان داده شد همزمان با جنبش خیابونی بود. اعتراض معلمان تو مدارس با اعتراض خیابانی و هم گره خورد. جمهوری اسلامی را در تنگنا قرار داد. بسیاری از فعالین معلمان در شهرهای مختلف به ویژه در کردستان تعداد زیادی دستگیر شدند، هم تعدادی در زندان ها هستند و تو این مسمومیت کودکان هم به نظرم معلمان نقش بسیار برجسته‌ای دارند. در همدردی با خانواده ها نسبت به این وضعیت معترضند. به نظر من امسالم معلمان و دانش آموزها و خانواده ها که با هم متحدتر امیدوارم بشن، نسبت به سال گذشته صفوفشون فشرده تر بشه، چون رابطه خیلی تنگاتنگی بین والدین دانش آموزان با معلم ها وجود داره. اینها به قول معروف اعتراض و اعتصابشون در یه سطح قرار بگیره که در قدم اول همه معلمای دستگیر شده آزاد بشن، دستمزدشون به اندازه‌ای که نیازشونه بالا بره متناسب با تورم گرانی و معلم‌ها بتونن تو مدارس خودشون با سازماندهی آموزشی خودشون، با سطح آگاهی خودشون دانش آموزان را تربیت کنن و از جمله دولت و مذهب نباید به هیچ وجه تو آموزش پرورش دخالت داشته باشه. من فکر میکنم که سال گذشته معلمان نقش برجسته‌ای در مطالبات خودشون داشتن، در جنبش زن زندگی آزادی داشتن و امسال هم همون نقش موثرتر از گذشته ایفا خواهند کرد.
بسیار سپاسگزارم. اشاراتی داشتیم به مسمومیت دانش آموزان. شما در نوشته یکی دیگه از نوشتهاتون تحت عنوان نشون دادن فیلم های پورن به دانش آموزان در این مورد صحبت هایی داشتیم. میشه گفت چندش آورترین کاری که نه تنها خب الان یه رژیم بخواد اینو سازماندهی شده پیش ببره، این کاری که رژیم انجام دادی و نیروهای سرکوبگر رژیم انجام دادن سخیفه. نمیدونم با چه کلمه میتونیم این کار رو توصیف کنیم که تا چه اندازه اینها غیر انسانی فکر میکنن. شما در اون نوشته‌تون اشاره کرده بودیم که بعضی از دانش آموزا از لحاظ روحی روانی دچار شوک عصبی شدن و در بیمارستان بستری شدن. شما دلیل این کار رو، هرچند که در سوال اول اشاره خیلی کوتاهی داشتیم به این کار، اما دلیل این کاری که رژیم الان با شیوه‌های مختلف، البته در سال گذشته، در سال جدید خوشبختانه شاهد همچین اتفاقی نبودیم اونطور که گزارشات پخش شده و اینا، اما دست داد به پخش کردن فیلم‌های پورن و حتی مسمومیت دانش آموزان که خیلی گسترده بود و در سراسر ایران این اتفاق افتاد. دلیل این کار چیه و آیا این کار رژیم واکنش‌هایی رو به دنبال داشته، چه در سطح ایران و چه خارج از ایران؟ ببینید، همینطور که عرض کردم، خب در جنبش انقلاب زن، زندگی، آزادی، خب تو این جنبش از شعارش هم معلومه اون مبارزه‌ای که 100 سال گذشته زنها در ایران داشتن، دست کم از انقلاب و مشروطیت تا الان، و تو انقلاب مشروطیت خیلی جدی فعالیت داشتن و خب بعد از همون دستاوردهای انقلاب مشروطیت با کودتای رضاخان از بین رفت و جنبش زنان هم سرکوب شد. یه دوره قبل از کودتای 28 مرداد، دوره مصدق این فعالیت ها از سر گرفته شد، هنگامی که آخر جنگ جهانی دوم رضاخان را تبعید میکردن از ایران، و بعدش هم بعد از انقلاب 57 زنها شرکت فعالی داشتن. بله، اولین فتوای خمینی علیه زنان بود و علیه آزادیاشون بود و رعایت حجاب اسلامی بود، و دومین فتواش حمله سراسری به کردستان بود. میبینیم که اگه 50 خورده ای سال رضا شاه به زور پلیس چادر از سر زنان کشید، 50 خورده ای سال بعد خمینی اومد به زور پلیس چادر سر زنان گذاشت. یعنی این دوتا سیاست در تاریخ متفاوت ایران هر دو روی یه سکند، یعنی تحمیل دولت سیاستاشون را به زور پلیس به مردم. و خب تو این مدت هم ما دیدیم که زنا تو بازار کار حدود 12% هستند، ولی حدود 70% کرسی‌های دانشگاهی را زنها اشغال کردند. تو این 44 سال زنها همواره مبارزه کردند تا اینکه ما بعد از 26 شهریور با انقلاب زن، زندگی، آزادی روبرو میشیم. از جمله دانش آموزان دختر، دانش آموزان مدارس دختر تو این انقلاب خیلی فعالتر بودن. هر روز چه تو مدرسه چه بیرون مدرسه تو تظاهرات جدی‌تر، فعالتر شرکت میکردن. جمهوری اسلامی به دلیل اینکه، به دو دلیل، یکی خود این دانش آموزان دختر سرکوب کنه، بترسونه تو این انقلاب شرکت نکنن، تظاهرات نکنن، اعتراض نکنن، از یه طرف با این شیوهی که مسموم کردن دختران را در پیش گرفته، هم معلمان را زمین گیر کنه و هم خانواده ها را زمین گیر کنه. و سیاستی که با حمله شیمیایی به مدارس آغاز شد و حدود 4 ماه هنوز روشن نیست، یه نفر دستگیر نشده، در صورتی که یه اطلاعیه تو ایران پخش بشه سربازان گمنام امام زمان بلافاصله پیداش میکنند، بیارن تلویزیون، اقرار اجباری میگیرند، اعتراف اجباری میگیرند، سرکوب میکنن، اعدام میکنن. همه میدونن که تو این 4 ماه مسمومیت کودکان توسط
خود جمهوری اسلامی بوده و دیدیم چگونه مادر را کتک میزنن، چجوری معلم ها را دستگیر میکنن، چجوری خانواده ها را دستگیر میکنن و پلیس و سپاه و نیروهای لباس شخصی از قبل تو جلو مدارس آمادن، میدونن اعتراض میشه. حالا در ادامه همین سرکوب دختران تو مدارس جمهوری اسلامی میبینه موفق نمیشه، یه ترفند دیگه ای در اختیاره، اونم نشون دادن یه فیلم پورن در مدارس دخترانه جمهوری اسلامی، در صورت که همون فیلمو اینا در رابطه با علیه آمریکا بیبندواری زنان به گفته خودشون در آمریکا تهیه کردن و صحنه‌های بسیار شنیعی داره و نوشته رو فیلم که نشون دادن این فیلم زیر 18 سال ممنوعست، خودشون هم نوشتن، ولی با وجود این دانش آموزان 14-15 ساله رو مجبور کردن که این فیلم ها را ببینن و برای اونها القا میکردن که اونایی که زن زندگی آزادی رو راه انداختن همین وضعیت میخوان، همین شرایط میخوان، همین بیبندباری رو میخوان، تا این دانش آموزان را مجبور کنن تو این جنبش شرکت نکنن و به خاطر همین برخی از دانش آموزان را مجبور کردند، حتی یه مرد این فیلم ها را نشون میداده، این در کلاس ها را میبستن، مجبور میکردن این کودکان ببینه. برخی از این کودکانی که تو ایران فیلم پورن ندیدن، یه دفعه با این وضعیت بچه روبرو میشه، معلومه که حالش بد میشه. جمهوری اسلامی که 44 ساله، کسی که یه ذره موسرش بیرون باشه، لباسش از گفته اینها آزادتر باشه، اسلام به خطر میفته، جمهوری اسلامی به خطر میفته، مردا تحریک میشن، بنابراین باید اینا سرکوب بشن. مهسا به خاطر همین کشته شد، تاکنون هزاران زن به خاطر همین کشته شده. به گفته خودشون سالیانه نزدیک 200,000 زن رو به خاطر بی‌حجابی دستگیر میکنن. 26 نهاد جمهوری اسلامی در رابطه با کنترل حجاب فعالیت دارن، فقط گشت ارشاد نیست. بنابراین اون موقع جمهوری اسلامی میاد تو مدارس یه همچون فیلم مستحسنی، یه فیلم این چندشاوری را به کودکان نشون میده، کودکان حالشون بد میشه و این تو جامعه ایران انعکاس وسیعی داشته. بسیاری از پدر مادرها شکایت کردن و ماجرا را پیگیری میکنن که میدونیم که هیچ کدوم از این شکایات به جایی نمیرسه و به ویژه اگه از طریق نهادهای بین‌المللی هم نگاه کنیم، هنوز اون خشونت، اون بربریت، اون وحشیگری که جمهوری اسلامی علیه معترضین به خرج داده، نهادهای بین‌المللی جدی‌تر اینو محکوم نکردن. حتی سپاه پاسداران که یکی از نیروهای سرکوبگر آدمکش جمهوری اسلامی، یه جریان تروریستی تو لیست ترور قرار ندادند اینا. بنابراین نباید ما انتظار داشته باشیم که دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی بیان جمهوری اسلامی را محکوم کنن. اگر محکوم کردن هیچ جنبه اجرایی نداره. 44 سال سازمان ملل هر سال جمهوری اسلامی را به خاطر اعدام، سرکوب ملیت‌ها، زنان، اقلیت‌های مذهبی محکوم میکنن، ولی هیچ جنبه اجرایی تو این ماجرا نداره. یه بیانیه صادر میشه، تموم میشه، میره. ولی اون انقلابی که همینطور که اشاره کردم تو ایران شروع شده و یه پای اصلی این دانش آموزان مدارس، به ویژه دانش آموزان دختر هستند. الان این مسمومیت و این سرکوبا به دانشجویان دانشگاه‌های دختر هم رسیده. بهرو با جمهوری اسلامی با این ترفندا نمیتونه جلو این جنبش بگیره، چون این جنبش عزم و اراده کرده تا جمهوری اسلامی رو پایین نکشه، تا یه جامعه آزاد، برابر، با کرامت انسانی قرن 21 تأسیس نکنه، یه جامعه نوینی به وجود نیاره، به خونه هاشون بر نخواهند گشت. این بار فرق میکنه با اعتراضات 96-98. خب
میشه گفت در 6 ماه گذشته، یعنی از آغاز خیزش با شکوه زن زندگی آزادی، خیزش انقلابی ژینا، ما شاهد بودیم که چندین بار اسناد محرمانه رژیم افشا شده و در شبکه‌ها و رسانه‌های مختلف منتشر شده. الان هم یه بحثی که بسیار داغ هستش انتشار سند محرمانه گزارشی هستش که فرماندهان سپاه پاسداران با علی خامنه‌ای نشست داشتند و در اون از اینکه نیروهای سرکوب دارن ریزش پیدا میکنن، از تمرد میکنن از فرماندهانشون و همه اینها، و خامنه‌ای هم یه اشاراتی داشته به اینکه دستمزدهاشون اضافه کنین یا اینکه فرماندهان رو به عنوان مقصر اونا رو مقصر دونسته و گفته که شما مقصرین که نیروهاتون ازتون پیروی نمی‌کنن و دارن ریزش پیدا میکنن. شما با جزئیات در این مورد صحبت کردین در نوشتتون. نظر شما در این مورد چیه؟ آیا واقعا رژیم و در رأس اون شخص خامنه‌ای به این باور رسیدن که مردم ایران دیگه اونا رو نمیخوان و باید برن؟ ببینید تو این اسناد چندین فقره تو 6 ماه گذشته افشا شده و تو این اسناد از جمله نشون میده که اعتراضاتی درون نیروهای سرکوب وجود داره و نشون میده که خیلی از نیروهای رده پایین حتی سپاه، بسیج اطلاعات از فرماندهان خودشون سرپیچی کردن، به مردم تیراندازی نکردن یا آماری میدن که تعدادی حدود 90 نفر در درگیری ها توسط مردم از نیروهای آدمکش رژیم کشته شدند و این به این نتیجه میرسن که خب گزارشات اومده. یکی از فرمانده ها در یکی از گزارشات داره میگه که اینهایی که ما قبلا بهشون حمله میکردیم فرار میکردن، الان فرار نمیکنن، تازه حمله هم میکنن. بنابراین رژیم به این نتیجه رسیده که این یه انقلاب، فقط یه اعتراض مقطعی نبوده، 6 ماه در جریانه و این انقلاب دیگه به سادگی نمیشه سرکوب کرد. این انقلاب آوازه جهانی پیدا کرده، سراسر دنیا اسم مهسا امینی ژینا و شعار زن زندگی آزادی میلیون ها بار تکرار شده، به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده. بنابراین خیلی روشنه که حتی این اسناد ما نمیدیدیم، باز میدونستیم که بدنه رژیم در اثر انقلاب ریزش پیدا میکنه و اون بالا اختلاف پیدا میکنن و به اصطلاح کلاسیک پایینیا حکومت رو نمیخوان، بالایی هم نمیتونن حکومت کنن. و این سند اخیرم ما دیدیم که دعوا سر یه بخشش هم سر رهبری جمهوری اسلامی بعد از خامنه‌ای. این نشون میده که پسرش مجتبی در امور سپاه و غیره و غیره آنچنان دخالت کرده، مخالفان خیلی جدی داره نسبت به این مسئله. بنابراین جدا از این که این اسناد ما نمیتونیم صحتش رو تایید کنیم چجوریه، ولی وضع رژیم رو میبینیم و تحلیلاً هم میتونیم به این نتیجه برسیم که این حکومت در مقابل این انقلاب کم آورده و به ویژه نیروی انتظامی، سپاه، بسیج، اطلاعاتی مجبورن 24 ساعت آماده باشن، فرسوده میشن، نمیدونن کی چه ساعتی مخالفه میریزن بیرون و کجا میخوان بریزن بیرون. و دلیلش هم چون این حرکت یه حرکت غیر متمرکز محلی تصمیم گرفته میشه، فراخونا محلی داده میشه، رهبری سراسری نداره، شیوه شورایی داره، غیر متمرکز داره. بنابراین شناسایی اینها برای جمهوری اسلامی سخته و این به دلیل اینکه بتونه کنترل کنه مجبور نیروهای سرکوب خودش رو 24 ساعته آماده نگه داره و این نیروها فرسوده میشن، خسته میشن
و برخی از اینا به ویژه در شهرهای کوچک میشناسن. خب روی خواهرش تو اون تظاهرات شرکت میکنه، مادر پدرش شرکت میکنه، دوستاش شرکت میکنن، حاضر نیست تیراندازی کنه، حاضر نیست اونا رو بکشه. و بنابراین معلومه که جمهوری اسلامی در حال ریزشه و اختلاف در بالا خیلی روز به روز بیشتر میشه و با ادامه انقلابم این ریزش بدنه نیروهای سرکوب بیشتر خواهد شد و اختلافات در بالا زیادتر خواهد شد. بسیار سپاسگزارم. خب میدونیم که هر روز ارزش پول ایران داره پایین و پایین تر میاد و فشار مضاعفی مخصوصا بر گرده طبقه کارگر وارد شده و این اعتراضات و اعتصابات هر روزه که داره انجام میشه نشان از این فشاری هستش که طبقه کارگر دیگه نمیتونه تحمل بکنه. از یه طرف گرانی، حتی شما در نوشتتون اشاره کرده بودین که بعضی از اقلام تا 200 برابر قیمتشون افزایش پیدا کرده. اما در یه جای دیگه هم اشاره کرده بودیم که بودجه سالانه مخصوصاً اماکن مذهبی چندین برابر شده. این روند تا کی میتونه ادامه داشته باشه و به چه دلیلی بودجه نیروهای سرکوبگر و اماکن مذهبی، مخصوصاً اماکن مذهبی، اینطور افزایش پیدا کرده و از یه طرف دیگه هم حقوق کارگران رو و خط تعیین مزد کارگران رو اینطور پایین نمیدونم بهش چی میگن تعیین کردن، حقوق کارگران رو تعیین کردن و با این اختلاف فاحش که تورم اینقدر بالاست و حقوق کارگران باید اینقدر پایین باشه، این نشون از چی میده به نظر شما؟ ببینید، ما این فقری که تو جامعه امروز وجود داره به دلیل این نیست ایران کشور فقیریه. ایران کشور بسیار غنیه و شیر نفت و با یه ذره بالا پایین کردن 10 میلیارد دلار جابجا میشه. منابع دیگه ای وجود داره، ولی خب جمهوری اسلامی بهانه میکنه که اینها در این گرانی و تورمی که وجود داره در اثر تحریم‌های خارجه. خب کمابیش این تحریم‌ها تأثیر داره و این تأثیرش هم رو حکومت نیست، نشون داده رو جامعه است. و این که دستمزد کارگران را هر سال آخر سال تو یه مذاکرات 3 جانبه تعیین میکنن. 3 جانبه از نظر بین المللی و سازمان بین المللی کار، یه طرفش دولته، یه طرف کارفرماها، یه طرف نمایندگان کارگره. اینا میشینن چانه زنی میکنن و آخر سر دستمزدها را بر اساس تورم و گرانی تو بازار و تعیین میکنن. ولی تو جمهوری اسلامی ما 3 جانبه نداریم، اسمش 3 جانبه است، 2 جانبه است. یه جانب دولته و یه جانب کارفرمایا هستن، یه جانب شورای عالی کاره که یه نهاد دست ساخته دولتیه و 10 نفر اونجا میشینند. از 10 نفر 7 نفر دولتی و کارفرمایی، 3 نفر به اصطلاح کارگریه. حتی اونا نماینده کارگر هم باشن، از اول نتیجه معلومه، 7-3 میبره. آخر سر شکل دموکراتیک هم باشه، کارگر میبازه. بنابراین این تعیین دستمزدهای سالانه کارگران، حداقل دستمزدها، توسط خود دولت و کارفرمایان صورت میگیره و این که امسال سال گذشته دستمزد کارگران 4,179,000 تومان بود و امسال گفتم 27% افزایش پیدا کرده و رسیده به 5,380,000 تومان. خب ما موقعی که به این افزایش دستمزد میگم 27%، خب افزایش واقعیه، ولی هنوز کارگر دستمزدشو نگرفته. همه چیز تو بازار چندین برابر بالا میره و یه مشکل اساسی تو اقتصاد ایران اینه که دولت دستمزدها رو به تومان یا ریال پرداخت میکنه
ولی مردم تو بازار اجناسی که میخرن با دلار مقایسه میشه. یعنی امروز که ما دلار شده بالای 50,000 تومان، ما دستمزد کارگران ایران را حالا 50,000 تومان نه، دلار با 48,000 تومان در نظر بگیریم، دستمزد کارگر ایرانی امسال $110. حالا این اگه مقایسه کنیم با کارگران ترکیه، دستمزد کارگران ایران 1/4 کارگران ترکیه است، تقریبا 1/7 کارگران عربستان سعودیه و 1/9 کارگران اسرائیل. با اروپا مقایسه نمی کنیم، با کشورهای منطقه مقایسه می کنیم. حالا ایران با اون وضع اقتصادی میبینیم که چه فجایعی اونجا. حالا این 27% میگن دستمزد اضافه شده. طبق مرکز آمار ایران روغن که مورد نیاز سبد آشپزخونه کارگری هم است 288% گرون شده، گوشت 100% گرون شده. و اونجایی که دارن میگن که این بحران ها، این تحریم ها باعث شده که دستمزد کارگرها متناسب با تورم گرانی بالا نره. سوال اینجا خیلی ساده اینه: چرا تو بودجه سالانه دولت و نهادهای مذهبی بعضیا بودجهشون مثل دانشگاه اهل بیت 212% افزایش داشته، نمیدونم ارتش سپاه 28%، ارتش 36%، نیروی انتظامی 46%، وزارت اطلاعات 53%، نمیدونم سازمان زندان ها 55.5%. یعنی هر کدوم از این ارگان هایی که به ضرر مردم زایدند، هیچ نه تولیدی دارند نه مالیات پرداخت میکنند، برای اینها این همه از بودجه بذل و بخشش وجود داره. چرا به کارگران میرسه تورم وجود داره، پول وجود نداره؟ پول به وفور وجود داره، میلیارد از منابع عمومی مردم و همین جمهوری اسلامی رو بودن غارت کردن. خود خامنه‌ای که 44 سال پیش یه آخوندی بیش نبوده، یه روزخوان بوده، الان 93 میلیارد دلار پول در گردش داره. حالا کل ثروت و جامعه ایران هم در دست ایشونه. مقعد امام رضا درآمدش از بودجه سالانه ایران بیشتره، پول همینجوری میریزن اونجا، مردم طلا رو میریزن، هیچ حسابرسی وجود نداره، تو جیب کی میره؟ دستگاه مفخر روحانیت. نه یه روزی کار میکنن، نه اداره کار میشناسن، نه به قول معروف فقر میشناسن و میلیارد بودجه کشور در اختیار این دستگاه آدمخوار قرار گرفته و بهره اون موقع به کارگر میرسه، به بخش‌های مختلف کارگری، معلم‌ها میرسه، بازنشسته‌ها میرسه. تورم وجود داره، گرانی وجود داره، دولت نمیتونه تامین کنه. بنابراین همینطور که بخش‌های مختلف کارگری بیانیه دادن و من هیچ راه حل دیگه‌ای در ایران نمیبینم. راه حل مسالمت آمیز سالها تموم شده، اصلاحات اصلا تو ایران معنی نداره، چونه زنی معنی نداره. راهی که ما را میتونه به یه ساحل امنی برسونه در واقع همین انقلاب ژنا آزادیه که از 26 شهریور سال گذشته شروع شده و ادامه داره. ما سازماندهی اعتراض و اعتصاب تو بخش‌های مختلف کارگری به ویژه صنایع مهمی مثل نفت، پتروشیمی، ماشینسازی، تمام مدارس، تمام دانشگاه‌ها و ملیت‌های تحت ستم مثل مردم کردستان، آذربایجان، لرستان، خوزستان، سیستان بلوچستان و جنبش محیط زیست و جنبش روشنفکریه که اینها با همدیگه اعتصاب، اعتراض تو محل کار داشته باشن، تو محلات و خیابونها در تسخیر جوانان باشه.
اون موقع است که ما میتونیم قدم به قدم هم جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار کنیم و دستمزدامون را متناسب با گرانی و تورم بالا ببریم و هم جنبشمون را، انقلابمون را ارتقا میدیم به مرحله نهایی انقلابی که با تغییر توازن قوا بتونیم جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم و اون جامعه دلخواه خودمون را بتونیم در این جامعه به وجود آوریم. غیر از این راه دیگه‌ای وجود نداره. به ویژه تو این مسئله خیلی مهمه که به نیروی همبستگی طبقاتی خودمون باور داشته باشیم، نه به دولت‌های غربی که بیان به جنبش ما کمک کنن. جنبش ما کمک نمی‌کنن. اونا در بهترین حالت و در مرحله سرنگونی جمهوری اسلامی میان طرفدار سلطنت طلبان و نمیدونم در بهترین حالت اصلاح طلبان و موسوی و غیره رو میگیرن، باز سر طبقه کارگر و جنبش‌های اجتماعی بی کلاه میمونه. بنابراین از همین الان ما باید از تجربه انقلاب 57 تجربه بگیریم. نگیم جمهوری اسلامی بره هر کی بیاد خوبه. خوب نمیشه. شاه رفت، از دوش هیولای به اسم جمهوری اسلامی در اومد و معلوم هم نیست از دل جمهوری اسلامی، ولی الان باید ما همه چیز رو روشن کنیم و همه اون مطالباتمون را، به ویژه شاید یه بحث جداگانه‌ای بخواد 20 تا تشکلی که داخل ایران یه سری مطالباتی مطرح کردن و اعلام کردن، خب کمبودای زیادی داره، ولی خودشون هم اعلام کردن که این حداقلایی هست که میشه ارتقا داد. یا یه بیانیه منشوری در خارج کشور داده شده که رو به دولت هاست و در واقع منشور ضد انقلاب کلا برای نگه داشتن، ترمز کردن انقلاب زن، زندگی، آزادی، بتونیم با روشنگری ها، با آگاهی بیشتری جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم و اون جامعه دلخواه خودمون در اون جامعه‌ای که ویران شده بتونیم روی ویرانه‌های جمهوری اسلامی آباد کنیم و اون جامعه رو از نو بسازیم. متشکرم. بی‌فقه برام اشاره کردیم به منشور. خب ما می‌دونیم که یکی دو ماه بعد از انقلاب زن، زندگی، آزادی همه در فکر آلترناتیو بودن و جایگزین پس از جمهوری اسلامی، هرچند که کار اشتباهی هستش و مردم ایران خودشون راه خودشونو بلدن و میدونن که حتی بعد از جمهوری اسلامی هم چی میخوان و این دقیقاً میشه گفت یه تفاوت بسیار مثبت هستش با انقلاب سال 57 که میخواستن شاه بره و نمیدونستن که باید به جاش چی بیاد. اما مردم ایران الان میدونن که بعد از جمهوری اسلامی چی میخوان و چطور میخوان که ایران و جامعه ایران را اداره کنن. اشاره کردیم به 20 تشکل مستقل مدنی که این منشور رو بیرون دادن و اینکه قطعاً با هم صحبت کردیم و در یک برنامه ویژه در مورد این منشورها با هم صحبت میکنیم. اما اگر میشه در برنامه زنده امروز تفاوت بین همین دو منشور تشکل‌های مدنی و منشوری که رضا پهلوی و به قول معروف یارانش اون رو منتشر کردن، شما تفاوت رو قطعا تفاوت‌های بسیار بسیار زیادی داره، اما میخوام که یه کوچولو در مورد این تفاوت‌ها در موردش با ما صحبت داشته باشین. ببین، یه مسئله خیلی مهمتر قبل از اینکه ما وارد مضمون محتوای اون منشوری که 20 تا تشکل مدنی صنفی کارگری داخل ایران دادن و اون منشوری که 6 تا گلادیاتور در خارج کشور داده، خیلی مهمه که ما ببینیم این منشورها کجا در میاد. اون منشور 20 تا تشکل داخل ایران در اومده، اونها داخل ایرانن. این تشکل‌ها بزرگن، کوچکن، برخی از فعالینشون که میدونیم زندان ها هستن یا سابقه زندانی داشتن، سابقه اعتراض اعتصاب دارن. خب ما میتونیم اون کمبودهای زیادی هم تو اون تشکل ببینیم، توش جا داره این کمبودها را بحث کنیم، انتقاد کنیم، ارتقا بدیم. ولی خیلی مهمه که از دل جامعه، از دل مبارزه بیرون اومده. ولی این که خارج کشوره
خارج از کشوریا که این برنامه رو دادن یه روز تو این انقلاب زن زندگی مهسا جلو پلیس وانایستادن. رضا پهلوی یک روز 1 ساعت بازجویی نشده. رضا پهلوی 44 سال اداره کار نمیشناسه، بیکاری نمیشناسه، هیچ جنبشی حضور نداشته، تو هیچ سازماندهی اعتراضی حضور نداشته، یه مقاله درست حسابی تحلیلی نداره، یه کتاب نداره، نه از نظر تئوری، نه از نظر سازماندهی، نه از نظر پراتیک، هیچ تجربه‌ای نداره. ولی تا دلمون بخواد پول داره، پولایی که پدرش غارت کرده بود، با این پولا داره تجارت میکنه و میتونه برای کسایی هم با این پولها بدبستان باشون بکنه. و اون منشوری که تو خارج کشوره 5 تا بندش توجه کنیم خطاب به دولت هاست، اصلا با جامعه ایران کار نداره. و یه جایی میاد یکی از بنداش داره در مورد سپاه و ارتش و نیروی سرکوب صحبت میکنه. به صراحت میگه که این سپاه همشون سرکوبگر نیستن، ما سرکوبگرا رو پاکسازی میکنیم، سپاه تو ارتش ادغام میکنیم. ارتشی که در خدمت رضاخان بوده، در خدمت محمد رضا بوده، در خدمت جمهوری اسلامی بوده، الان هم قراره در خدمت رضا پهلوی و همراهانش باشه. این ارتش ضد انسانی، ضد خلقی، ارتشش، لباس شخصیش، بسیجش، پاسدارش، همه باید به قول معروف ملغا بشن. خب معلومه موقعی که داریم میگیم ملغا بشه، کارمندا و حقوق بگیرای اونا امان خدا نباید رها بشه، زندگیشون باید تامین بشه. ولی جامعه که همه چیزش نوینه، نیروی امنیتی خودش هم باید آموزش ببینه که زن و مرد با هم برابرند، آموزش ببینه مردم حق نداره سرکوب کنه، آموزش ببینه که از مرزا میخواد حفاظت کنه، امنیت جامعه رو میخواد حفظ کنه و یه آموزش دیگه نیاز دارن. با این آموزش هایی که دارن فرق داره. بنابراین من این دوتا همینطور که شما گفتین بعداً میشه یه برنامه مستقلی باشه، هم به لحاظ جایگاه داخل خارج خیلی مهمه. خارج هیچ کس حق نداره برای جامعه داخل ایران 85 میلیونه امر نهی کنه، نه سازمان حزب چپ باشه، راست باشه، لیبرال باشه حق نداره، فرد باشه حق نداره. بهترین حالت نیروی اپوزیسیون که در خارج کشور فعالیت دارن، اینا میتونن اون مبارزات داخل کشور رو به اطلاع افکار عمومی جهان برسونن و از جنبش‌های اجتماعی حمایت بگیرن، از جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش محیط زیست، جنبش روشنفکری، نه از محافل دولت‌ها. محافل دولت‌ها دنبال منافع خودشون میگردن، دنبال منافع مردم ایران نیستن. جمهوری اسلامی اگه با اینا کنار بیاد، خب اولویتشون جمهوری اسلامیه، اپوزیسیون نیست. بنابراین من در آخر میخوام بگم که از خارج نباید به داخل ایران رهبر تراشید، منشور تراشید. هر کسی خالصانه مخلصانه میخواد مبارزه کنه علیه جمهوری اسلامی، از انقلاب زن، زندگی، آزادی باید دفاع کنه بدون اینکه ادعای رهبری جامعه آینده ایران همین سپید قلیان ها هستند که از زندان هم میاد بیرون، اونجا خامنه ای را میخواد زیر بکشه، بلافاصله دستگیرش میکنن. کسی دنبال رهبر میگرده سپیده قلیانه و هزاران نفر مثل سپیده تو زندان هستن، بیرون هستن. اسماعیل بخشیه، رضا شهابیه، محمود صالحیه. ولی مایی که در خارج کشور زندگی آرامی داشتیم، ما اگه ادعای رهبری داشته باشیم، در واقع هم توهم پراکنی میکنیم، هم به اون انقلاب ضربه میزنیم. از اون انقلاب در نتیجه اون منشور خارج کشور یه منشور کاملا ضد انقلابی و برای کند کردن یا منحرف کردن انقلاب زن، زندگی، آزادی در ایران است. ولی اون 20 تا تشکل میشه و در مورد کمبوداش صحبت کرد و کم کیفش صحبت کرد
و خیلی روشنه که خود تدوین کننده های اونم گفتن که این حرف اول و آخر است. بسیار سپاسگزارم. رفیق برام داریم به دقایق پایانی برنامه و فکر کنم عذر میخوام از بینندگان عزیز، برنامه زنده هستش و از طریق اینترنت داره این برنامه ضبط و پخش میشه. گاهی اوقات صدا و تصویر برای چند ثانیه قطع میشه، ازتون عذر میخوام. رفیق بهرام، سوالمو تکرار میکنم. با توجه به شرایطی که شما توضیح دادیم، چه شرایط نیروهای سرکوبگر رژیم در داخل، چه وضعیت بد اقتصادی مردم ایران که همشون کار به استخونشون رسیده و روزانه دارن دست به اعتراض و اعتصاب میزنن و همچنان انقلاب زن، زندگی، آزادی تداوم داره تا به زیر کشیدن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، در این میان وظیفه چپ چیه که بتونه هرچه بیشتر یاری دهنده این جنبش عظیم در ایران باشه؟ ببینید، چپ هم باید از دو بخش نگاه کنیم. یه بخش چپی که داخل جامعه ایران داره مبارزه میکنه. موقعی که من به این شعارها دارم نگاه میکنم، عمده این شعارهای چپه. منظورم این نیست که چپ هرمی سازمانی حزبی باشه. چپی که به ویژه نیروی جوان امروز به مسئله چپ از زاویه دنیای مدرن بزرگ جهان شمول نگاه میکنه تا یه حزبی، یه سازمانی. ولی خب این چپ تا کنون همین شعار زن، زندگی، آزادی را به اینجا رسونده. اگه دخالت‌های دیگه از زاویه دولت ها نشه، خب این میره به هر رو همون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، مردم تحت ستم به آرمان‌ها، آرزوهاشون خواهند رسید و این شاید افت خیزایی داره، دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. این به پیروزی خواهد رسید دیر یا زود. ولی نیروهای چپ در خارج کشور هم تو این 44 سال با جان دل مبارزه کردن، تلاش کردن. تنها جریانی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی، برقراری جامعه آزاد و برابر بوده، نیروی چپ بوده. نیروهای راست فصلی وارد این مبارزه شدن، به ویژه زمانی که بوی کباب به مشامشون رسیده، مثل الان رضا پهلوی و همراهانش بیاند از این بهرو سهم خود با سرکوب انقلاب، با منحرف کردن انقلاب سهم خودشون را ببرن، گرایش خودشون را به جامعه غالب کنن. همین گرایشی که در بهترین حالت برگشت به دوران سلطنتی که این گرویاست، هرگز جامعه به عقب بر نمیگرده، جامعه رو به جلو میره. و یا همین شرایط جمهوری اسلامیه، یعنی بعض زنان، بعض کارگران، بعض ملیت‌های تحت ستم بهتر نخواهد بود. این سیستمی که رضا پهلوی همراهانشون میخواد، آزادی زبان مادری برای مردم کرد بلوچ به وجود نمیاره، برابری زن مرد به وجود نمیاره و مرد سالاری همون ستم با یه ذره تعدیلی همین روابط مناسبات امروزی و استثمار تبعیض باقی خواهد موند. ولی نیروهای چپ خارج کشور متاسفانه امروز با توجه به شرایطی که داخل ایران وجود داره و با نیروی اجتماعی میشه جابجا شد، این چپ چندان توان هنوز اون اتحاد و مبارزه جمعی را نتونسته درون خودش سازمان بده. سازمان ها به هم نزدیکی خیلی زیادی ندارند، ولی با وجود این میخوام بگم که این نیروی چپه که در خارج کشور سیاست های دولت های استثمارگر رو افشا میکنه و جمهوری اسلامی را با خلوص نیت صادقانه افشا میکنه و
تا حدودی هم جامعه میخواد جامعه تغییر پیدا کنه، آنچنان ادعای رهبری نداره و نباید هم داشته باشه چون جامعه آینده یه جامعه خواهد بود به نظر من که این جامعه هرمی نیست، حزبی نیست، فردی نیست و همین شعاری که مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر داده میشه، یعنی در واقع یه جامعه روابط مناسبات شورایی میخواد. این شورایی رو اگه تو این 40 سال گذشته سازمان‌های اپوزیسیون، سازمان‌های چپ کمونیست مطرح میکردن، الان 10 سال اسماعیل بخشی نماینده جوان کارگران هفت‌تپه، نیشکر هفت‌تپه داره مطرح میکنه این حکومت نیست، مدیریت شوراییه. حکومت شورایی فرق میکنه. بنابراین من آرزوم اینه، امیدوارم که این انقلاب به جایی برسه بتونه از طریق شوراها از روستاها محلا شروع بشه، شهر و استان تا شوراهای سراسری بتونه در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و دیپلماسی جامعه رو سازمان بده و اون شوراهاست که میتونه به بهترین وجهی جامعه رو مدیریت کنه و قدم به قدم بالندگی و توسعه‌ای که مورد دلخواه جامعه است به وجود بیاره و نهایتاً استثمار انسان از بین بره، تبعیض از بین بره، انسان‌ها بدون توجه به جنسیت، ملیت، باورهای سیاسی و عقاید مذهبی از حقوق یکسان و برابری برخوردار باشن. حتی پناهجویانی که اون روز وارد اون جامعه میشن، به ویژه افغان‌هایی که شهروند ایران هستن ولی حق شهروندی ندارن، بتونن اونام از حق شهروندی در جامعه ایران در آینده به بهترین وجهی برخوردار باشه. بسیار ازتون سپاسگزارم. 1-2 دقیقه به پایان برنامه مونده و ازتون تشکر میکنم و حتما در مورد این منشورهایی که منتشر میشه در برنامه ویژه با هم صحبت میکنیم و همینجا این قول رو ببینندگان عزیز میریم که تا اواخر هفته این برنامه ضبط و پخش بشه. بسیار ازتون سپاسگزارم که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتین و وقتتون رو برای تلویزیون ما گذاشتین. من از شما همکارانتون تشکر میکنم. براتون در کردستان آرزوی موفقیت و تندرستی دارم و آینده جامعه ایران از آن شما جوان هاست. ما هم به عنوان نسل‌های قبلی در بهترین حالت میتونیم مشاور شماها باشیم، اطلاعات و تجربه‌مون را در اختیار شما بذاریم، ولی رهبری با شما، سازماندهی با شما. موفق باشید. شما بزرگوارید. بدونید. بله بینندگان عزیز، داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. آنچه که تقدیمتون شد گفتگویی بود با رفیق بهرام رحمانی، نویسنده و فعال سیاسی که از سوئد همراه ما بودن. با سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. یک بار دیگه سال نو رو به یکایک شما عزیزان تبریک میگم با امید به اینکه سال جدید سال رسیدن به اهدافمون باشه. برای زن، زندگی، آزادی. بدرود.